زیایی، آیا امکان جذب سرمایه برای استارتاپ‌های داخل ایران از خارج از ایران وجود داره و این کار رو چطور باید انجام بدن؟ نوآوری تسهیلات جدی میده میبره خارج از ایران و برید از اون تسهیلات استفاده کنید. $1000 اگه هزینه رفتن نمایشگاه 2500 صندوق نوآوری میده، 500 شما بدید برید با آدما حرف بزنید. ولی نکتهش اینه که از نقطه صفرتون بین‌المللی فکر کنید. الان که تو ایران نشستید کار خاصی هم نمی‌کنید، مثلا سایتتون یه نسخه عربی یا انگلیسی داشته باشه، چه اشکال داره؟ به کجا برمیخوره؟ بدید جی پی تی خب و مثلا عربیش کنید، کاری نداره دیگه، یا انگلیسی همینطور. یه ویسیا لیستشون هست، تو لینکدین سرچ کنید، توی سایت ها سرچ کنید هست، برید بهشون ایمیل بدید، ایده‌تون رو مطرح کنید، باهاتون جلسه میذارن. لزوما مشکلی با اینکه شما تو ایرانید ندارن. مثلا اینکه شما یک هویتی خارج از ایران حتما داشته باشید، یعنی اینکه تیم میخواد تو ایران باشه، ولی شما یک شرکت در خارج ایران داشته باشید که پول بگیره و به اون نام کار کنه، لایسنس شرکت به نام اون باشه، سایت به نام، دامنه به نام اون باشه، یه موجود خارجی باشه. حالا شما میگه آقا من تیمم تو ایرانه، میگه باشه آقا به من چه؟ یعنی شما شرکت تو دبی، توی ابوظبی، توی ابوظبی گلوبال مارکت، تو ترکیه است، توی عمان، توی قطر، تو هر جا که هست نشستی اونجا و تیم تو ایرانه.